مشکل سوم اهل تعطیل چی است؟ تشبیه خالق به جامدات است. خوب فکرتان باشه، این نقطه بسیار دقیق است. این بسیاری کسان نمیفهمند. اهل تعطیل از تشبیه و تمثیل خالق با مخلوقات زنده فرار نمودند. اهل تعطیل از چی فرار کردن؟ گفتن ما نمیخوایم که اگر خالق برش بگوییم ید است، وجه است، ای باز تشبیه با چی میشه؟ با مخلوقات دیگر میشه که روی داره و دست داره و قدم داره. با تعطیل صفات خالق او را با مخلوقات جامد تشبیه نمود که فاقد بسیاری از صفات میشه. یعنی وا خواستن گفتن والا اگر ما ید بگوییم، اگر وجه بگوییم، اگر قدم بگوییم، این تشبیه با کی میه؟ با مخلوقاتی که وجه دارن، ید دارن و قدم دارن. صحیح نه؟ پس چی میکنیم؟ گفت ارسی ازی را ما حذف میکنیم. عوض ید چی میگیم؟ قدرت میگیم. عوض وجه دیگه کلمه میاریم، عوض قدم دیگه میاریم. پس اینجا تشبیه کردن خالق، پس به چی تشبیه کردن؟ به یک مخلوق جامدی که نه دست داره، نه پای داره، نه سر داره. یعنی یا خواستن که از تشبیه خالق به مخلوقات زنده چی کنن؟ فرار کنن. گفت وجه نمیگیم که باز با انسان روی داره، به این تشبیه میاد. دست نمیگیم با انسان، قدم نمیگیم با انسان. پس او رو تشبیه به کی کردن؟ به یک مخلوق دیگه کردن که نه دست داره، نه روی داره و نه پای داره. فهمیدید دکتر صاحب محترم؟ این بسیار دقیق است.